بچه جان یکاچ کمک نه عریضه جداشویتون 6 ماه شد و خلاصه عنیق اومده امضای طلاقتون بمانم یا نه؟ نه نمونه من روزی نیستم منظوره من پشیمونم این 6 ماهی که من به تو زندگی کردیستم باور میکنی به نظرم یک تاریکستانه هر بگاه یاسین جان گیره کرده میگه اوچم کو وقتی که یاسین کسل میشوه من نمیدونم چی داروش بتون وقتی که لباساش جزیر میکنه من شوشته نمیتونم التماس خاطره کودکا برگرد باورم نمیشود این سخنها را از زبان تو میشنوم حال من از تو بد بود هر روز منتظر بودم که زنگ زنی و عذر پرسی و دوباره سر این هوا باز کنی هر باری شام میشوم صدایی از بیرون میبراید و یا اینکه در خانه برق و چیزی ویرون میشود نمیدونم با که زنگ زنم هر باری که مریم جان رو با کوچه به تماشا میبرم میگوید اوچه جون چرا همه با پدر باعث شد ولی من تنهایم و فهمیدم به تو زندگی تاریک و سرد و بی‌معناست معلومه که بین اختون حال کردیم امضا ماندن شرط نیست زندگیتون رو دوام میتین؟ ها خواهر فکرتون در کجا؟ خط طلاق شما امضا شد از این روز شما زنی مجردید ویدیو رو تماشا کردین برای ویدیو دیگه رو تماشا کردن خواستم پیشکی یک گپ بگم نفراتی که بازیگرین و ورزش خوب میفهمین شرکت بوکمیکری مسبت یکی از شرکت‌های بوکمیکری نمره 1 بوده و زیاده 1000 آدم در اینجا پول کار کرده‌اند اینچنین شما را میتونین که سوم کار کنین چخه مسبت بازی‌های زیاد داشته که در اونجا شما میتونین با مهارت خود و جنگاوران و دسته‌های دوست داشتهتون سوم کار کنین همچنین شما میتونین که با بازی‌های آنلاینی کریکت فوتبال والیبال و دیگران شرط گذاری کنید و اگر که حاضر بودین با پروموکودی ما یعنی پروموکودی دیو 99 رجیستر کنین صاحب 4500 سوم بونوس میشین چیرش دادوری خود را با پروموکود دیو 99 رجیستر که پس سوم کارکنی را سرکه خیر اینا برادران مردم تاریک برام چکری بشنه نه چکری در حوالی ما برومده اینه ببینی او بخار شنونده بودم این بخار уже برومده دیدین برادران سویج چکری کی یه شامیشونو میباسه بله